زبان دری، زبانی که به اسم فارسی میشناسیم. تاجیکی هم معروفه، زبانی که از دامان امپراتوری های ترک بیرون اومده، زبانی که اولین شاعرش ترک سمرقندی رودکی، زبانی که مادرش رابعه بلخی هست، زبانی که از نوع زبانهای پیجین کروئیل، دسته‌بندی زبانهای مونتاژی. یک منظور میتونه داد و ستد باشه که اینجا ما جاده ابریشم رو میبینیم و دیگری تسلط یک ملت بر ملت دیگه و ساخت یک زبان ساده به منظور اینکه زبان میانجی بین مللی باشه که تحت سلطه اون ملت هستن. مثلا آلمانی ها وقتی به اندونزی رفتن که ساختاری شبیه هند داره، چندین زبان هست، یک زبان درست کردن به اسم باهاسا، زبانی که ترکیبی از زبانهای مختلف کلماتشون رو جمع کرده، ساده است که بتونه زبان میانجی بین اون باشه. زبان دری با توجه به ساختار هند که بیشتر از 200 زبان وجود داره در اون حوزه، بیشتر از 200 زبان وجود داره. فکر کن در یک حوزه مللی که نیاز دارن به یک زبان ساده که بتونن با هم ارتباط داشته باشن و این زبان بعد اینکه اشغال میشه این سرزمین توسط انگلیس به انگلیسی تغییر داده میشه، دری بود. نزدیک 1000 سال دری بود. تسلط امپراتوری های ترک از سامانlı، سامانگوتای، سامانختای، ببین ختای همینجا هم هست، شاه اسماعیل ختایله. ختای کیه؟ اونجا یک بحث دیگه است، وارد نمیشیم. ولی سامانگوتای بعدش از دل اون گزنله محمود از شهر غزنه، از ترکستان جنوبی، فاریاب، اون سمت‌ها همه جزء جغرافیای ترکستان جنوبیه. این ترکستان عظیم تکه پاره شده توسط قدرت‌ها بعد اینکه در جنگ ما شکست خوردیم. این یک واقعیت بزرگه که این رو باید بیشتر همه بحث بکنیم، چون ریشه تمام مسائل اینجاست. همین جنگ جهانی و فروپاشی این سیستم و نظم طبیعی این منطقه است. این منطقه نظمش رو به هم زدند اینهایی که غالب شدن. پس ریشه تمام تحریف ها، تغییرها همین این قدرت هایی هستن که اینجا رو به ترکستان شرقی رو چینی ها گرفتن و شستشوی ذهنی، فشار بر این که تغییر سیاست های تغییر نفوذ، هون ها رو دارن اونجا میفرستن. هان ها، ببخشید هون یه بحث دیگه است. هان داینستی، طایفی که مثلا حالا بگیم 80% جمعیت چین، یعنی چینی ها هان هستن، از طایفه هان هستن بیشتر. یه طایفه یوان داریم، یوان ها بیشتر مغول ها هستن و مثلا تاریخ یوان رو، مغول ها رو تاریخ چین میدونن اینا، اینجوری نیست که، و افتخار میکنن، بزرگترین افتخارشون تاریخ مغوله که ما ترکی مغولی میشناسیم که واقعیتش اینه. زبان دری، زبانی که در حوزه هند، زبانی که ملل زیادی وجود دارند و این ملل نیاز داشتن که با هم ارتباط بگیرن، زبانی که حامل افکار اسلامی بود. امپراتوری های گذشته ترکی نبودن. ریسیزم یه چیز جدید ساخته. ریسیزم بعد همین 200 سال اخیر پدیدار شده. قبل این ملت‌های دینی بود، ملت تفکری بود. هیچ وقت هیچ کسی بر اساس مثلا زبان، چون زبان استفاده زیادی نداشت، مثل امروز نیست که همه جا با زبان سر و کار داری، روزنامه باز میکنی، تلویزیون، این بر خبر، این اون حجم تمام اینها باعث شده که زبان بیاد در جایگاه خیلی بالاتری قرار بگیره و ارزش بیشتری. ولی خب قدیم استفاده زبان، اولا که سواد نداشتن، 90% بیشتر بی سواد بودن، خوندن و نوشتنی وجود نداشت، ابزارش وجود نداشت قبل اینکه مثلا کاغذ به میون بیاد و این باعث میشد که ملت زبانی اصلا نباشه، این مورد بحث نباشه. پس تفکر در ذهن این مردمان قدیم چی هست؟ وقتی میگیم مثلا زبان دری که امروز فارسی بهش میگیم، زبان دوم اسلامه و برای این ملل هندی ساخته شد، ساخت و پرداخته شد. چیزی که قبلا روی جاده ابریشم بود
مردمان ترکان ساکایی سوداق ساخته بودن، زبان دیوانی گکتورک کرده بودن، اون رو گرفتند وقتی خلافت‌های اسلامی به اونجا رسیدن و این زبان مناسب دیده شد برای جغرافیای هند. سلطان محمود غزنوی که در 28 سفر جغرافیای هند رو فتح میکنه و نیاز داره به زبانی که بتونه این جغرافیا رو در دستان خودش در تحت حاکمیت خودش بگیره، زبان دری. یعنی نیازها رو داریم بررسی میکنیم. یک بستری هست هند، محل پیدایش این زبان، هند قدیم. وقتی میگیم هند یعنی هند قدیم، یعنی جغرافیایی که افغانستان هم بوده، تاجیکستان هم بوده، اینها همه جغرافیای هندوستان قدیمن. هند است یان، است üst است alt، هند است یان، کرکیز است یان. است یان یک کلمه ترکی، است بین üst و alt، یعنی مرکزیت داره. کازاک است یان، داغ است یان، یان طرف، سمت. داغ آسیان یعنی محوریت داغ، محلی که مجموعه کوه هاست، کوهستانی. و زبان دری، نیازهایی که این جغرافیا داره، مردمانی که زندگی میکنن، 200 زبان بیشتر زندگی میکنه، سیاست حاکم، کی اونجا امپراتوری داره، کی حاکمیت داره. خب این داره یک زبانی اونجا رواج میده. اینی که داره رواج میده، آیا کسی پیدا شده در طول تاریخ که بیاد زبان دشمنان خودش رو رواج بده؟ پس این تفکر که فارسی وجود داشته و کهن بود و اینجا حرکت کرده به اونجا یهو پدیدار شده، وقتی قبل این هیچی نداشته. یعنی قبل اون که اونجا پدرش و مادرش این زبان رو به عرصه وجود که نه، قبل اون وجود داشته، ولی دیگه حیات با شعر و فلان و اثر مشخص میشه. وقتی قبل این اثری از این زبان نیست یعنی حیاتی نداره. قبل اون هم فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی جدید که این دری رو گذاشتن تو این فارسی جدید. حالا این دوتا بخشه در این پک جعلی تاریخ ایرانه. پک جعلی تاریخ ایران هم اومده یه چیزی ساخته تا این زبان دری رو از هند خارج کنه و به اینجا انتقال بده، که در این پک جعلی تاریخی این پهله رو 1000 جور مختلف توضیح میدن. یه بار میاد میگه فهله نه اسم 5 منطقه از آذربایجانه، بعد میگه نه فهله زبان اشکانیا بوده، اشکانیا که ترکان ساکایی هستن، بعد ساسانی بوده، نه پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی، اینا رو شنیدین. خب قراقاتی بعد میاد میگه که آقا تو کتیبه ها ما پهله داریم سمت شمال شرق. قراقاتی هیچ اثری بهش نیست. و حالا یه سری شخصیت ها میگن که یه زمانی این اثرها رو از پهلوی جمع کردند و آوردن در این فارسی نو که دری هست در واقع وارد کردن. این اواخر یه چند تا اروپایی پیدا شده، اونایی که برای ما نسخه می نوشتن و گفتن که آقا این زبان قدیم اینجا گذشته این زبان بوده، یعنی طولش دادن، در تاریخ بردنش برای پروژه ملت سازی که این ملت پارس هست، مرکزیتش اینجا بوده و این زبان اینجا متولد شده و این ادوار تاریخی گذشته برش ساختن که میبینیم کلا در بداغونه. برای این قدیمش و جدیدش 2 تا رسم الخط هم ایجاد کردن. بعد این رسم الخطه اینجا اولیه از میخی باستان، از چیزی که سومر پدید اومده، در ادامه بست پیدا کرده، ایلامی یه خورده این ور اون ور شده و اینجا چیزی ازش اخذ کردن و همینجا مونده، در روال حرکت خط حرکت نکرد. و اینجا اومدن یه چیزی ساختن تو 2-3 تا جا همینجوری پرت و پلا یه چیزی خط خطی کردن، جاهای بد فرم. مثلا تو یه کتیبه هست تو دل کوه روی اسبه اومده یه چیزی نوشته که اصلا امکان نداره همچین چیزی تو دنیا نیست، کسی تو دنیا ندیده بیان مثلا آقا ببین برای چی این کتیبه ساخته میشه. اونجا
در مثلا مسیر یک حرکت، برای اینکه ببینن مردم راه انتقال اخبار به مردم. آقا یعنی کی اینجا داره پادشاهی میکنه؟ مثلا خب تو همین کتیبه‌های ساسانی جایی خانوم ها پدیدار میشن. قضیهش کجاست؟ قضیهش اینجاست که مثلا اخشونوار یعنی ترکان هون سوریانی ها رو شکست میدن و تحت غلبه ترکان در میاد سلسله و ترکان شروع میکنن به اخذ خون پادشاهی. دختر اخشونوار میاد و همسر قباد میشه و بدین شکل این خون پادشاهی میاد دست ترکان. نسل بعدی دوباره فرزند اونها با دختر اسمیخان göktürk ازدواج میکنه و بدین شکل کل سلسله ترکی میشه. یعنی خون ترکی کامل، این خون پادشاهی مهمه برای مردم، یعنی که این از نسل پادشاه هست یا نیست. به خاطر همین در تغییرات این لحاظ میشه. و حالا فکر کن در جهان قدیم نه روزنامه‌ای هست، نه موبایلی فلان، اطلاع رسانید با اون چیزی که رو سنگ ها میکنی تو مسیر حرکت، مثلا یه مسیر حرکت اصلیه، اونجا مردم میگن ها این کیه، این فلانه، نه بابا این شاه شده فلان شده، این داستان. بعد اونجا اومدی تو یه چیزی هک کردی نوشتی که چی؟ چند نفر بلدن بخونن در اون زمان و چند نفر میرن بالای کوه که نزدیک بخوان؟ یعنی اینا نشون میده چی جعلیه. 2 تا دوره ساختن، 2 تا خط، مثلا پهلوی باستان و فارسی باستان، که این خودش زایشی نداشته، همونجا از سومری یه چیزی گرفته، خط میخی همونجا محو شده. بعد این ور از آرامی، این یعنی حرکت خط از سومر در یک روال طبیعی و منطقی و واقعی همه هارمونیک متوازن داره حرکت میکنه. این قبل و بعدش مشخصه. بعد این مراحلی که در روال جعل فارسی سازی وجود داره تقطیع قطع میشه و دیگه خبری ازش نیست، اثری هم ازش نیست، شخصیتی هم بهش هیچ جا هیچی ننوشته، نه این زبان پهلوی ادعایی نه این زبان فارسی باستان. حالا ما جز به جز بررسی کردیم، مثلا پهلوی یه جا گفتن آقا اینم شمال شرقیه، روی هم کتیب خودمون نوشته که فلانه، اومدیم گفتیم آقا پس این شمال شرقیه به اینجا چه ربطی داره؟ به فهله آذربایجان که میگی مثلا فهله بوده اینجا، پهلوی برای اینجاست، چه ربطی داره؟ ببین اینها همه تناقضات هست، اینها همه باگ هایی هست که این تئوری داره. این تئوری یک نظریه است، نظریه 3 مرحله زبانی پارسی که ساختن یک تئوریه و اروپایی ساخته و نقض اون هم دلایل و اسناد خیلی زیادی داره. حالا برگردیم به دری. واقعیت دری اینه که در هند زاده شده در محلی که نیاز هست به یک زبان میانجی. ساختار اون رو ببینیم، یه خورده بریم تو دل کلمات ها. آز رو بررسی کردیم، از ریشه آز برمیگردیم به تامغه‌های ترکی. یه خورده این بک‌گراند تاریخی رو نگاه کردیم. جامعه سودا وسط جاده ابریشم، این جغرافیای ترک در مرکز جهان که هندی و چینی و اروپایی و یعنی این جاده ابریشم جاده‌ای که ترک ایجاد کرده، جغرافیای ترک داره دنیا رو به هم وصل میکنه. و یکی از دلیل هایی که ترکان قدرتمند بودن همیشه در دنیا به خاطر این بود که ارتباطات رو دستشون داشتن و این رو ساکسون ها فهمیدن. اینها این ارتباطات رو تغییر دادن به اقیانوس‌ها، سیستم هواشناسی رو ایجاد کردن. یعنی مهمترین دلیلی که انگلیس قدرت گرفت در دنیا این بود که سیستم هواشناسی رو ایجاد کرد، سیستم اولیه هواشناسی رو ایجاد کرد و قدرتش خیلی زیاد شد در دریا. مردمان جزیره بودن، بیشترشون غذاشون قوتشون از دریا می اومد، کشتی سواری فلان. پس اینها باعث می شد که این سبک زندگی اینها برن سمت اقیانوس نوردی و فلان. پس در این حوزه اینها قدرت گرفتن و راههای ارتباطی رو اینها الان به شکل کامل به اقیانوس‌ها تغییر دادن. الان این تلاشی که هست برای این که
این جاده ابریشمه دوباره شکل بگیره روی همین قضیه است. یعنی این تقابلی که داره ایجاد میشه در جهان، دو قطبی سازی که داره انجام میشه و قدرت اونها داره فرو میپاشه، بر سر همین انتقالات هست که این نکته مهم جاده ابریشم دست ترک‌ها بود و همین دلیل اصلی قدرتگیری ترک‌ها در دنیا بود. حالا کلمات، به ریشه ها نگاه کردیم، به جایی که پدید اومده، اولین لغتنامه هاش از کجاست نگاه کردیم. حالا میایم به اینجا که خود این زبان چه کلماتی داره، کلمات اصلی که مهمترین کلمات هستند و هیچ ملتی اونها رو از دست نمیده. خدای، گت، گوت، آی، خیتای. خیتای مثلا سامان گوتای رو شنیدیم، خیتای. گوت آی، ماه مبارک، گوت ل، مبارک. گوت سال، گوت سال، گوت مبارک. یه چیز مثلا خیلی میتونیم بگیم مقدس. آره مقدس خیلی بهتره، ترتمیزتر. مقدس مثل گوتسال، کوتسال. سال که پسوند مکان هست که در ساخت دری باز هم ازش استفاده شده. مثلا گومسال هم داریم، محلی که ماسزاره، گومسال. بعد این سال اومده در دری به چه شکلی؟ مثل بزرگ سال، میان سال، یعنی اون محدوده سنی رو هدف قرار میگیره. یعنی مثلا اینجا گوم سال، محل گوم ها، میان سال، جایی که سن میانی هست، یعنی این سن میانی، جایگاه سن میانی. بزرگ سال، این سن بزرگتر، این محدوده سن. پس این سال که خود سال هم همینه، یعنی به شکل ون در ترکیه و از ترکیه اخذ شده، اینجا در دری دیده میشه. حالا ما در سیستم ترکی که کلن تاریخ ترک شروعی با ساخت جهانبینی تفکر سامان، فردی که سا اندیشیدن، سای، سان، سانماک، saymak. ببین اینها کار saymak 1 2 3 4 5 sanmak. sanmıyorum sanmak اندیشیدن. ببین در اینها سا وجود داره. پس این سا یکی از ریشه‌ای ها هست که مان ترکیب میشه باهاش، exaggeration، ازدیاد، یعنی بزرگ کننده. مان ببین به هر چی اضافه شده این وند حالتهای مختلفی داره، ولی مهمترین حالتش حالا در کلمه سامان بدین شکل است: مبالغه گر. سامان کسی که زیاد میاندیشه، سامان. یا خود سان هم باز ترکیه همین سا رو داره و سان ریشه سانماک هست. سان میورم، سان کی، سان مام. میبینی سان در اینجا یعنی فکر نمی کنم، سان میورم فکر نمی کنم، سانکی مثل اینکه، سانکی olacakmış، مثل اینکه میشد olacakmış. یه حالت زمانی، ما 36 حالت زمانی در ترکی داریم که این زمان خب خیلی پایین‌تر و خیلی از حالت‌های زمانی رو نمیشه باده، چون دری ذاتاً یک زبان ساده شده است. حالا به تامغه‌های قدیم ترکی میریم که این تفکر جهانبینی ساخته ترک رو خواستن که حفظ بکنن. از تامغه‌های قدیم ما انگ رو داریم که در سری تامغه‌ها ثبت شده، یعنی جای دیگه ملل دیگری نداره همچین چیزی رو که بخواد یک حرف رو ثبت شده در بین تامغه‌هاش، در بین الفباش داشته باشه و به مردم بگه که آقا این الفبای کهن منه و دنیا این رو به این بشناسن. ترکیچ الفابت اگر بزنی، ترکیچ الفابت میاره الفبای کهن ترکی رو که مثلا فوتارک و اتروسک و رونیک مستقیما از این گرفته شده. سمت شرقش
زمانی که 500-600 سال امپراتوری جهانی ترک حاکم بود، یعنی از شرق تا غرب ترکان حاکمیت داشتن. همون موقعی که مثلا میرسه تا کره با شیلا اتحادیه میسازه و کره ها این تاریخ گذشتهشون که تاریخ یکسانی هست با ترک همینجا دارن. پس اینها نیازهایی هست، بک‌گراند هایی هست که باید برای شناخت فهم زبان دری بدونیم، باید تاریخ بدونیم که بفهمیم چرا در هند همچین زبانی وجود. باید مثلا سلسله زبان ها رو بشناسیم، زبان پیجین رو بدونیم، زبان کرویل رو بدونیم که از چه جنسی هست و خود این زبان رو باید اتیمولوژی بدونیم که بفهمیم. باید مثلا etnology، ملت شناسی بدونیم که ببینیم که آقا اصلا پارس وقتی وجود نداره، ما ملت این شکلی نداریم، پس نمیتونه یک زبان به خصوص برای خودش، یک ملت کهن که از ابتدای تاریخ به وجود اومده باشه، بالا اومده باشه و اون چیزهای اساسی برای خودش داشته باشه. بعد تو خود زبان خدای رو دیدیم، خدای ترکیه در تمام جغرافیای ترک هم محدوده استفاده خدای رو سرچ کن، territory of خدای، خدا، گوتای، تمام این اشکال از قلب چین تا اروپا مورد استفاده در تمام جغرافیای ترک و این جغرافیا افغانستان، پاکستان، ایران، همین جغرافیا هم دارن. یعنی این تفکرات ترک رو در دل خودشون دارن، مثل چیزهای دیگه، مثل کلماتی که حالا وارد نمیشیم در بحث تفکری، اونها رو خیلی در موردش صحبت کردیم. این زبان پس یک نظریه که این 3 مرحله زبانی داره، اون منسوخه. میایم به اینجا میرسیم که این زبان دری در هند با توجه به نیاز اونجا زبانهای زیادی وجود دارن. بعد به تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم که امپراتوری های ترک اونجان و زبان کس دیگه ای رو نمیشه اصلا اینا بیان این بست بدن زبان دشمنشون، پس منطقی و عقلی نیست، اونو میذاریم کنار و خود زبان رو میرسیم. کلمات اصلی خدای، نمیدونم، بعد میرسیم در حوزه خانواده، پدر رو بررسی کردیم که پدر راهش رو دیدیم، از خود دده، تتا، بعد ت اولی میفته آتا در آلمانی فاتا تلفظ میشه و بعد به فادر میرسه. پدر همینجوری در همین مقطع زمانی اخذ شده، یعنی باز ریشه ترکیه. حالا آبجی، بازه، ترکیه، جیجی بازه، یعنی شکل اولیه‌اش جیجی، چون این اشکال اولیه کلمات خانواده که خیلی مهمه، یکی از جاهایی که ما میتونیم ادعا بکنیم که زبان ترکی زبان دنیاست، زبان مادر دنیاست. چرا؟ چون اون شکل اولیه کلمات درش هست. ببین دادا، ننه، ماما، بابا که پاپا رو میسازه، دادا به فادر و پدر میرسه و اینها دیدی، بازه و گاگا. میبینی اینها این حالتهای اولیه این کلمات خانواده‌ای هست که در تمام دنیا یکسانه. مورد مهم اینه که این کلمات برای خانواده، مثلا فادر، پاپا، بابا، ننه که مثلا در انگلیسی نانی گفته میشه، همه جای دنیا همین اشکال، یه شکل مثلا مامی، خیلی کوچیک، تفاوت اندک با این اصلی که هست شکل گرفته در تمام دنیا. مثلا به خاطر همین طوفان نوح رو بررسی کردیم. چرا؟ چون ریشه تمام زبان‌ها داره دیده میشه که از یک جای مشخصیه، چون که در تمام نقاط دنیا کلمات کلیدی، کلمات اساسی خیلی نزدیک هستن به هم و این تنها در صورتی ممکنه که اینها از یک ریشه پخش شده باشن در تمام دنیا. یعنی اگر در جاهای متفاوت ایزوله از هم این زبانها شکل می گرفت،
امکان نداشت که اینها یکی باشن. مثلا برای پدر و مادر و فلان و اینا یه کلمات دیگری شکل می گرفت. چرا؟ چون این مثلا این مدنیت اینور کره زمین در اگر یک جزیره شکل می گرفت بدون ارتباط به، خب یه زیرساخت دیگه ای ساخته می شد، نه اینکه نزدیک باشه به پدر و بابا و ماما. ببینید چی میگم؟ پس این خیلی نکته مهمیه و این کلمات خانواده چون همیشه حفظ میشن هم مهمترین کلمات در حوزه زبانشناسی، در حوزه اتیمولوژی، ریشه شناسی لغات هستن. به خاطر همین ما مثلا وقتی در موضوعات اساسی میریم، اینکه تفکر طوفان نوح رو بررسی بکنیم، میریم سراغ کلمات اساسی خانواده. حالا ماما رو دیدیم، بازی رو دیدیم، برادر خودش برادر در انگلیسی از بیر آتاست، در فرم‌های قدیمی به شکل بیر آتا هم لحاظ شده، یعنی برادر نمیتونه اتیمولوژی دیگری داشته باشه، نداره، نیست، نمیدم بهش. تفکر اینه از پدره، نسل از پدره و بیر آتا اونها رو برادر میکنه. این فرم قدیمی برادره. حالا خواهر یا خود دختر، داتر، دغماخ هست، دختر، دوغور، از دغماخ اخذ شده. یعنی باز اینجا این ریشه بودن ترکی رو میبینیم. باجاناخ ترکیه، یا مثلا ننه، خود ننه اخذ شده، ترکیه. پس در این ساختار اصلی کلمات برای خانواده در دری ما میبینیم نصف بیشتر ترکیه. بابا، ماما، نمیدونم، آبجی، باجاناق، خاله عربیه. بعد کلمات دیگری، بعد میاد بزرگش میاد، پدر بزرگ بیوک ترکیه، مادر بزرگ. بعد اگر این زبان یک زبان طبیعی بود نمیمد بزرگ بکنه، مثل ترکی مثلا دده داره، ننه داره، برای پدر بزرگ، مادر بزرگ، میمد این کلمات شکل میگرفتن. بعد در تمام حوزه ها به کلمات کلیدی وقتی وارد میشیم همین نقوص رو میبینیم. بعد سخن کارشناسان این زبان رو بیادمون بیاریم که میگن آقا این زبان عقیمیه، نمیتونه تولید، نمیتونه حیات، نمیتونه داشته. چرا؟ چون از دل یک حیات طبیعی بیرون نیامده. حالا از تامغه‌های قدیم ترک، انگ که خود ما به انگ میگیم، این قسمت چنه است، چنه، چینمک، جویدن رو میسازه. انگ زدن. ببین این انگه حالتش چیه؟ همیشه در حال حرکته و این حرکت رو در هر کلمه‌ای که وارد میشه به وجود میاره. مثلا انگ اش، این 3 انگه، مثل همین انگ اش. آر انگ، آر میدونیم که بزرگه، قوی، بزرگ، اصلی. آر انگ اصلی. مثلا ارمش، به نقطه بالایی رسیدن. اردوغان، فرد بزرگی، دلاوری رو زاییدن. دوغان، اردوغان، که در تاریخ مثلا اردوان در دوره اشکانی خیلی زیاد میبینیم. اردوانی یک، اردوان، این شکل تغییر یافته اردوانه. چطور میتونی ادعا داشته باشی که اینجا تاریخ غیر ترکی وقتی تمام اسامی مثل اینور بهرام رو میبینیم، مثل اینور بخرام، سیاره بهرام داریم که اسمش رو از رنگ مس گرفته. مس در ترکی بحر هست، بحر، و این بحر تبدیل به بهرام شده، اسم سیاره رو ساخته و بدین شکل. یا از کلمات اساسی میگم در زبان دری، کیان، کان در ترکی هست. یعنی این کلمات خیلی اساسیه. بعد راز، نیاز، آزاد، آزمند، همه از ریشه آزیدن،
آزماک، آز کم، آج آز، آج آز، آج آز. این آز بودن، کم بودن، این در معنویت وارد میشه. فهم این که کم هستی و نیاز رو میسازه. یاز در خود ترکی مستعمل، در خود ترکی رشد هست، یاز فصل رشد هست، نوشتن هست. و آزاد، فارغ از آز بودن، آز پایین، کم. و این یه سری، یه پک لغتی که اون لغت مثلا در همین حوزه، آزماک، آزمون، نمیدونم آزمایش، حدود 100 لغت در همین حوزه داریم. یعنی الان در همین چند دقیقه حدود شاید 500 لغت رو که از دل اینها بیرون اومده، ساخت و پرداخته همین اساس هست، همین انگ، مثلا آه انگ، سر انگ، توپ انگ، تمام چیزهایی که با انگ هست، خب اینها رو بیرون میکشه. یعنی در یک ساختار منسجم چند مثال کنار هم هست. خود این کلمه انگ اینجا مشاهده میشه، در سری تامغه های ترک مشاهده میشه و این انسجام این رو مصون میکنه از تحریف. مثلا در رده کلمه بال، ا او آ او ای او ا، بل بل بول، بال بول بیل، بل بول بل. بال رو از داخلش بیرون کشیدیم. بال که خودمون مورد استفاده قرار میدیم، اصل عربی در ترکی بال هست، اسامی دیگری هم داره. ما اینجوری نیست که یک کلمه داشته باشیم، همیشه در ترکی بدون استثناء کلمه سازی مثلا حول و حوش در همین حوزه بال، آره، شیرسه، نمیم کلمات 10-20 تا کلمه داریم در یک حوزه. خب ما تعداد کلماتمون در ترکی حدود 140,000 تاست که بیشترین کلمات رو میتونم بگم بین زبانها در دنیا داره. الان مثلا انگلیسی حوزه استفاده کلماتش در سیستم آموزشیش 21,000. بعد مثلا میاد فرانسوی فلان فلان، همه پایین تر. بیشترین حوزه رو انگلیسی ها داره چون فشار بسیار خوبی. ولی ما تو حوزه مثلا در ترکیه 7,000 کلمه. از این دریا، از این اقیانوس ترکی ما خیلی چیزها رو نمیدونیم که اگر بدونیم اینها رو، این ارتباطاتی که بین اینها هست، چون زبان ترکی به شدت زبان هارمونیک و یعنی هر کسی که داخل این زبان اومده این انسجامش رو کیف کرده باشه. اینجوری نیست که سخت باشه. شما 2 صفحه میخونی از قواعدی که داره، اصولی که داره، بعد کل این زبان رو یاد میگیری. حالا برگردیم به زبان دری. کلمات اصلی رو بررسی میکنیم، کلماتی که خیلی زیاد ساخته شدن. مثلا کلمه دیگری گیر، جیر، جیریش، جیرمخ، گیریشیمزه. جیر که ورود هست در ترکی، میاد این ورود 2 چیز در داخل هم، گیر کردن، یعنی از جیرمخ ورود رسید به گیر کردن، بعد گیر دادی، بعد نمیدونم هی کلمات از داخل این. وقتی یک مفهوم ساخته میشه، لایه بعدی از همین مفهوم گرفته میشه، لایه و یه جا میبینی که مثلا لایه 5م 6م با این لایه اولیه خیلی فرق داره، نمیتونی ارتباط ایجاد بکنی. باید این راه رو طی بکنی که برسی به اون حالت اولیه که اکثرا یک فعله. مثل درود ریشش از کجاست؟ این فعلش از کجا در اومده؟ دورماک هست، دور، تمام لغتنامه ها ذکر، ولی این ارتباطات رو کسی نیومده. چرا؟ چون ما در جهانی هستیم که ترکی رو کوبیدن، به شدت ترکی رو کوبیدن و پایین کردن. پس درود که ریشه اون هم از دور هست، دورما، ترکیه. یک کلمه دیگه درود 2 معنی داره، یکی به معنی درود مثلا سلام کردن و اینکه ایستا باشی، استوار باشی، سلامت باشی، یعنی سرپا باشی. و
درودگری که مثلا در حوزه چوب کاری و فلان مورد استفاده است، مثلا صنف درودگران داریم، این از درولاماق صاف کردن، تمیز کردن گرفته شده. که چرا؟ چون تمیزکاری میکنن، چوب رو صیقل میدن، برش میزنن و به یه شکلی، پس این ریشش درولاماق هست. مثل پارلاتماک که پالایش رو میسازه، پارلاتماک ایشه پارلایش، سرماک ایشه سرایش، امک ایشه ایشه آموزش، مکیدن، چیزی رو درک کردن، ایزش ایزش، آموزش. ببینید پس این رده هم که آخرشون ایش داره، این که مخففش به شکل آموزش، پرورش خودش از بر پر رو گرفته و ور ایشه. پر گفتیم بر یک طرفه، پر دو سمته و فر کل حوزه است. وقتی میگیم پر و پرواز از دلش بیرون میاد، نمیدونم هر کلمه‌ای که داخل این هست، از همین بر و پر و فر ما پری هزاران کلمه داریم در این حوزه که در ترکی معنا و مفهوم داره که کامل اون رو در حوزه خودش بررسی کردیم. پرورش یعنی پریوار، دور یک چیزی میچرخی میگردی و که مثلا پرستار، پر آست ار نشان کسی که یک مثلا شغلی رو در اون حرفه خیلی حرفه‌ای هست. گفتیم در چیزی به نقطه بالایی رسیدن، بزرگ شدن. مثلا اردوغان گفتیم در دلاور زاییدن، که این چون نقطه پروفشنال، نقطه‌ای هست که خیلی بلدی این موضوع رو به شکل ساخت یک شغل در میاد. پر آسیار کسی هست که دور چیزی میچرخه و میگرد و مراقبت میکنه. یعنی این هم باز در ساختار ترکی معنا و مفهوم پیدا میکنه. وقتی میشکافیم دونه دونه این اجزا رو و این اجزا رو حتی در جاهای دیگه هم نگاه میکنیم، باید همین نقش رو داشته باشه. یعنی ما باید یک هارمونی بتونیم ایجاد بکنیم بین تمام لغاتی که بررسی میکنیم و اینها همدیگر رو تایید بکنن. یعنی نه اینکه برای یک کلمه بیایم یه داستان تعریف بکنیم، بعد در کلمه دیگر این داستان ما بیاد ناقض اون یکی باشه. نه، این روال ما، این راهی که داریم میریم، تمام این اجزا رو به شکل بیخ و بن که کشیدیم بیرون، انگ رو کشیدیم بیرون، آز رو کشیدیم بیرون، این آخری پر رو کشیدیم، پر فر رو کشیدیم بیرون. این اجزاها که خیلی مهم هستن، خیلی حیاتی هستن. وندها رو کشیدیم بیرون، مثلا اگر رو که اینها دیگه استراکچر زبانن، فونداسیون، اینا دیگه چارچوب زبانن، کشیدیم بیرون که دیدیم مثلا سال اینجا چه معنی داره، چه جوری داره و در خود ترکی مورد استفاده است. و مثلا ایر خودمون میگیم، ایر از ایمک و نقشی که داره در جمله سازی ها همون ایمک رو نشون میده، یه چیزی رو پایین تر از چیز دیگری قرار نیازمند به اون هست. میرم فوتبال اگر بارون نیاد، یعنی سرخم میکنه رفتن به فوتبال جلوی بارون اومدن. این اگره. یا وندهای دیگه مثل گون، جون توضیح دادم که این لایه نقش ها عوض میشه. مثلا جون در حالت اولیه همین خورشید هست که ما اون رو میگیم. حالا یک جون، یک روز، زمانی هست که ما خورشید رو در اون میبینیم. جون مورد استفاده روز قرار گرفته، یعنی خود خورشید اومده شده روز. خب
بعد این یک نوری داره و در طی این زمان این نور هست و روشنه، پس این تغییر داده میشه همچنین به نور، گرجون. و فارغ از اون بودن یعنی اون رو نداشتن میاد میشه بدبختی، بیچارگی، یا مثلا به شکل نور که وقتی زاده میشه در مرحله سوم میرسه به مرحله چهارم میشه رنگ. چرا؟ چون رنگ خودش از نوره، اگر نور نباشه رنگ مفهومی نداره. نیلگون یا تمام پسوندهای، حالا یادم نمیاد زیاد، نیلگون، گون خیلی جا هست که همراه این رنگ ها میاد و نشون دهنده اونه. پس ببینید جون از کجا به کجا رسید. جون خورشید، کون در ترکیه کهن، alay kun silaminen، علیکم سلام، خیلی شبیه اینه. در ترکیه ساخا مورد استفاده است. این رو پست میکنم در اینستاگرام، خیلی باحاله. اونجا دیدم و چجوری عربی و ترکی به هم ربط دارن. علیکم سیلامینن، این سیلامینن از گرما استه، حالت قدیمی این هست. alay almak kun معنی این هست که با گرمای خورشید، با گرما و نور خورشید به همراه تو. یه همچین چیز، یه فریز قدیمی هست که مثلا ما میایم میبینیم این علیکم سلام امروز خیلی نزدیکه به این. خب باید بررسی بشه. چون در یک جایگاه از کلمات کلیدی مورد استفاده است. ما مثلا در بستر سومر داریم تولد ترک و عرب رو، خیلی کلمات رو میبینیم در حالت ریشه‌ای در اون مراحل اولیه خیلی نزدیک هستن به هم. همین سلام رو در ترکی هم میتونیم ریشه یابی بکنیم، در عربی هم میتونیم ریشه یابی بکنیم و همچین چیزهایی نشون میده که این فرهنگ حفظ شده. و این سری لغات رو نگاه کردیم در دل خود زبان، موشکافی خود زبان، وندهای خود زبان، تمام اجزای اون با فهم عمیق از خود زبان و تمام کلمات اون، می‌بینیم که این زبان یک گویشی از ترکیه و امکان نداره که ترکی نباشه، چون ساختارش از دل ترک بیرون اومده و در زمینه تاریخی، در زمینه سیاسی، اجتماعی و همه چیز این موضوع رو میبینیم و تمام تایید میکنه، یعنی هارمونی از بین نمیره. سوال